سلام، وقتتون بخیر. سید مصطفی باقی هستم، مدرس فارکس و بازارهای مالی. توی این ویدیو میخوام یه تفاوت عمده رو بهتون توضیح بدم. اینکه یک، من چجوری تدریس میکنم و دو، اینکه دلیل عمده شکسته خیلی از دوره‌های آموزشی، حالا من ریت نمیدم تو ایران چون مشکل ساز میشه. میخوایم دلیل عمده شکست خیلیاتون که تو دوره‌های مختلف شرکت میکنید رو بررسی کنیم. من خودمم مستثنا نیستم، تو دوره‌های زیادی شرکت کردم و ریت موفقیت به شدت پایینی داره. اول از همه چیزی که هستش، همه دوره‌ها میان تو گذشته بازار کار میکنن. خب این ایراد نیست. میان مثلا بهت یاد میدن، میگن اینجا ما تریدینگ رنج داریم، از اینجا تریدینگ رنج شروع میکنه، با این کندل بریک اوت رو استارت میزنه و فشار فروش شروع میشه و این کندل بریک اوت رو تثبیت میکنه. خب میگن اینجا ما یه کانال اگه بکشیم، حالا کانالمون هم خیلی تمیز در اومد، کانال رو من یه خورده تمیزتر بکنم، میگن اینجا ما با برخورد به این کانال، خب این کانال رو داریم توی این ناحیه، کانال شکل گرفته در این نواحی، شما تو لایو بازار اینجا باید به سل بزنی. خب مشکلی نداریم با این قضیه، ولی شما اگه برید تو لایو بازار کار کنی میبینی اصلا این خبرها نیست. شما توی این ناحیه وقتی که این اتفاق رو میبینی، شما آماده بریک آوت میشی و اینجا دیدگاهت عوض شده، میگی اینجا تریدینگ رنج شده. حالا اگه دیدگاه تریدینگ رنج باشه اینجا سل میزنی دوباره. اکثرا میان میگن آقا اینجا نقطه وروده، اینجا روی این سطح عدد رند نقطه استاپ شماست، تیپی یک، تیپی دو، حالا اگه من این خونه رو درست بکشم، تیپی سه، تیپی چهار، تیپی پنج، تیپی شیش، تیپی هفت. شما بازار رو جویدی دیگه، ترکوندی، تیپی حداقل 6 رو گرفتی اینجا. ولی اتفاقی که میفته آقا تو لایو بازار، بیاید حقیقت رو قبول کنیم. این خبرها نیستش تو لایو بازار آقا. تو لایو بازار شما وقتی که این خط روند رو میبینی، بهت میگن باید به این خط روند رو اکستند کنی. در این ناحیه روند شما اکستند شده. ولی شما وقتی که در لایو این اتفاق رو داری میبینی، خیلی سناریوهای مختلف ممکنه تو ذهن تو تداعی بشه و اینجا یا وایسی نگاه کنی، مثلا سناریویی که هستش چیه، اینجا بگی خط روند دیگه داریم، بذارید من اینو پاک کنم، اینجا بگیم ما یه روند صعودی داریم، اینجا بریک اوت نشده، شما اینجا تازه وارد میشی یا اینجا وارد میشی، خیلی خوب وارد شی، زیر این ناحیه وارد میشی. خیلی جاها الان اینجا سود بهتون میداده، حداقل ریوارد 2 رو اینجا بهتون میداده، ریوارد 3 رو بهتون میداده. خیلی جاها شما توی این ناحیه وارد میشی و از همینجا برمیگرده استاپت رو میزنه. دقیقا مثل اینجا، چیزی که اینجا داریم تریدینگ رنج. خب این سبک ها از پای ایرادی که دارند همین بحثیه که الان دارم بهتون میگم. حالا شیوه تدریس من چجوریه؟ من میبرم تو گذشته بازار. به این صورت چارت رو برات شلوغ نمی کنم، نمیگم این عدد رونده، این عدد روند رو داشته باش، این مپ هفتگی رو داشته باش، نمیدونم سقف و کف روز قبل رو داشته باش. من ذهن تو با این چیزا درگیر نمی کنم. من چارت خالی رو میذارم جلوت. این از این چارت رو میذارم جلوت. الان این چارت 5 دقیقه طلا هستش. این بخش مربوط میشه به امروز، یعنی از اینجا امروز شروع میشه. امروز تاریخ 18 اردیبهشت 1403 و این بخش هم برمیگرده به سشن نیویورک و ابتدای سشن لندن مال 17 اردیبهشت. حالا خب من باید چجوری کار میکنم؟ اینجا یک گوشه چشمی از پرایس اکشن که نمیشه گفت، چون سبکی که ما کار میکنیم یک بخشیش پرایس اکشنه، هم ما پرایس اکشن کار میکنیم، یک بخشیش آی سی تیه، یک بخشیش آر تی امه و ما سبکای مختلف رو اینجا اومدیم ما هم ترکیب کردیم تا به یه استراتژی خفن برسیم.
میایم یک استراتژی ساده، الان من بخوام اینجا باتون صحبت بکنم، میایم یک سناریو بچینیم. سناریویی که هستش اینجا روند صعودی بوده و از این ناحیه روند سوینگ شده و برگشته. خب کندلی که بریک آوت کرده کدوم کندله؟ این کندله. و کندل قبل اون رو من به عنوان ناحیه SHS در نظر میگیرم که اینجا این سطح رو به من میده. حالا من چی کار میکنم؟ وقتی که قیمت این سطح رو تاچ کنه پوزیشن سلم رو میگیرم. حالا استاپ کجاست؟ این یک استراتژی خیلی ساده است که بخوام بهتون بگم. استاپ پشت این سطح. حالا تارگت ما کجاست؟ تارگت رو ما همینجوری نمیایم بگیم به 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 به. ببینید اینجا با این شادو معامله ما فعال میشه. اینجا استاپمون، اینجا تیپی 1، تیپی 2، تیپی 3، تیپی 4، تیپی 5 و الی آخر تیپی 5 رو میگیریم. ما اینجوری صحبت نمی کنیم. هزار تا دلیل دیگه باید این پشت باشه که من توی این ناحیه SHS معاملم رو باز کنم. یعنی این من اینجا یه سبک خیلی استراتژی خیلی ساده رو دارم بهتون میگم. یه چیز خیلی ابتدایی که خیلی جا منجر به استاپ میشه. چون بازار اینجوری نیستش. بازار فرکتاله، بازار سایکل داره. بازار بر اساس حرکت‌های خودش حرکت میکنه، بر اساس سایکل خودش حرکت میکنه و اصلا براش مهم نیست اینجا نایه سپلای دیمنده، نمیدونم عدد رونده، اصلا برای بازار مهم نیست. من این اول کار میخوام بهتون بگم سطوح حمایت مقاومت رو بریزید دور. چون 90% مواقع توانایی برگرداندن قیمت رو ندارند، علل خصوص اگه روند داشته باشیم. اینجا که مثلا ببینید این روند نزولی شکل گرفته، حالا خیلی این خط ما تمیز در اومد، اینجا به حال ابزار معاملاتمون نیست، داریم رو تصویر توضیح میدیم. متا تریدر هم باگ خورده بود و مجبور شدم اینجا کار کنم. اینجا که چک گرفته این روند ما، میبینید خیلی از سطوح اینجا بوده تو مسیرش که اونا رو اومده ایگنور کرده، نتونستن قیمت رو برگردونن، نهایت منجر به ایست و وقفه تو روند شدن و در نهایت قیمت ریخته. تا کجا؟ تا ناحیه هات اسپاتش قیمت ریخته و زیرو پیپش واکنش نشون داده. حالا اینجا وقتی که ما میایم سل میزنیم تارگت ما کجاست؟ آخرین لگ روند قبلی رو ما در نظر میگیریم. این لگ رو اگر من نصف کنم، اگر این لگ رو اندازه بگیرم، این میشه نقطه شروعش، این میشه نقطه پایانش و این میشه وسط اون لگ. مژور میگیرم. این 6 تا حالت مژور موو ما داریم. این میشه یکی از اون 6 تا حالت. خب تارگت من کجاست؟ تارگت من اینجاست. میبینید چجوری تو یک هندل از اینجا به بعد اومده تو یک هندل حمله کرده، تارگت رو زده. حالا قبل اینم بوده که اومده به این پایین واکنش نشون داده، ناحیه سپلای دیمند داشتیم اینجا و صرفا فقط این نبوده، مژور موو میتونستیم بیشتر بگیریم چون ما 5-6 تا حالت مژور موو داریم و میتونیم بر اساس اونا معامله کنیم. ولی آقا ما اومدیم آخرین لگ روند رو گرفتیم و بر اساس آخرین لگ روند ما اینجا رو به دست آوردیم و ببینید چجوری بهش واکنش نشون داده و روند بعد این سطح برگشته. حداقل اتلیست یا به اصطلاح حداقل TBTL اینجا به ما داده. 1 2 لگ، 2 لگ در جهت مخالف. از طرف یه دلیل دیگه داشته این TBTL ما اینجا چی داشتیم؟ پارابولیک چنل داشتیم. از اینجا که ما این کانال رو میکشیدیم، حالا خیلی خط صافی شد، میومدید کانال ما اینجوری بوده، یه همچین چیزی کانال ما در میومد. حالا خیلی کثیف در اومد، ولی خب اگه بخوایم تمیز بکشیمش، تمیزتر بکشیمش، ما اول یه کانال اینجوری داشتیم، بعد این کانال ادامه پیدا کرده. من این سطح رو درست کنم. این کانال ادامه پیدا کرده، بدین صورت شده و از اینجا اومده به این ور و کانال رو بخوام اینجوری بکشم، یه کانال سهمی طور داریم، یه پارابولیک چنل.
که حالا ما تو پرایس اکشن بعدا یاد میگیرید که هر جا ما پارابولیک چنل داشتیم اتلیست حداقل TBTL خواهیم داشت 10 بارز 2 legs. الان اینجا اینو یه لگ در نظر بگیریم یه لگ دیگه داره. اگر اینو یه لگ در نظر بگیریم و این رو هم یه لگ در نظر بگیریم 10 بارز 2 legsش تکمیل شده و الان وارد فاز تریدینگ رنج شده. حالا شما مقایسه کن ببین این استراتژی خیلی ساده بود. الان من اینجا میتونستم دوباره بیام به یه سبک دیگه عمل کنم، بگم آقا من اینجا روند دارم، خط DHS دارم 1 2 و 3 اینجا سل بزنم. خب اینجا میومد استاپ منو میزد. هزار تا معیار دیگه ما داریم. چرا؟ چون آقا اومده بازار به یه سطح به اصطلاح بگید با هم هات اسپات واکنش نشون داده و قیمت رو ریورس کرده. از طرفی پارابولیک چنل داشتم، کانال سهمی داشتم که اومده قیمت رو حداقل تو لگ برگردونده، حالا بگیم ریورس نکرده روند و کلن، چون هنوز به این سقف رسیده، به این سقف نرسیده، به این سقف که رأس روند ماست نرسیده. ولی در کل میخوام اینو بهتون بگم، شما خودتون از همین لحظه، از همین ویدیوی اولی که من دارم قرار میدم براتون مقایسه کنید و کلاهتون رو قاضی بذارید. تا کلیپ های بعدی، بدرود.